امیر و مار سیاه. حکایه از طوطی‌نامه. روز امیر به شکار رفت. ناگاه مار ترسان پیش او رسید و گفت: ای امیر، مرا جای بده که پنهان شوم. امیر گفت: چرا ترسان هستی؟ مار گفت: دشمن برای کشتن من چوب گرفته دنبال من می آید. امیر بر مار رحم نمود و در آستین خود او را جای داد. مار در آستین امیر پنهان شد. بعد یک لحظه مرد با چوب به آنجا رسید. گفت که مار سیاه از پیش من گریخته آمده است. اینجا کسی او را دیده است؟ امیر گفت: نه. آن مرد بر چپ و راست نظر کرد، مار را ندید، راه خود پیش گرفت. امیر گفت: ای مار، دشمن تو رفت، اکنون تو نیز راه خود پیش گیر. مار گفت که تو را خواهم گزید و خواهم کشت، بعد از آن خواهم رفت. نمیدانی که من دشمن تویم؟ تو سخت احمق هستی و بر من اعتماد کردی و رحم نمودی، مرا به آستین خود جای دادی. امیر گفت: ای مار، به تو نیکی کردم، چرا با من بدی کردن میخواهی؟ مار گفت: خردمندان گفتند که بر هر کس نیکی کردن خوب نیست. امیر در دل خود ترسید و پشیمان گردید و در دل خود اندیشید که الحال چگونه از دست او جان به در برم و این را از آستین بیرون کنم. چستی به کار برد و مار را گفت: ای مار، مار دیگری می آید. من و تو این سخن پیش این مار اظهار کنیم. اگر این سخن تو پسند کند، پس هر چی خواهی با من بکن. مار چون روی خود گردانید و به طرف مار دیگر دید، فی الحال امیر فرصت یافته سنگ به سرش زد و آن را کشت.